سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بعد از مدت ها حدود 7-8 ماه فکر کنم یه ویدیو دوباره میخوام ضبط کنم. سعی میکنم از این بعد ویدیوی بیشتری براتون بذارم. خب دیگه بدون معطلی میریم سراغ ویدیو. دیگه خودتون لایک و کامنت و سابسکرایب هم که میدونید دیگه. امروز آموزش ترکیب یاتیو داریم، یکی از قوی ترین ترکیبای بازی. اونجا که میبینید ترکیب فوق سبک. عملا دیگه شما باید تا انرژی 7 بتونید فرمانده حریف رو نابود کنی، یعنی پس باید تمرکز خیلی زیاد رو فرمانده حریف باشه. خب همونجوری که میبینید بعد کارت کش هم خیلی گذاشتم، 2 تا دیوسو گذاشتم، 2 تا تجهیزاتی گذاشتم، احضار گذاشتم. پس ما کارت هم زیاد میخوایم تو این بازی، درسته؟ خب برای آخره بازی هم که سافارونا گذاشتم، اخگر گذاشتم و رستم، که اینا کارت آخر بازی هم که سافارونا و رستم اکثرا تو همه ترکیبا فکر کنم هستش دیگه، یعنی هر ترکیبی نگاه کنی رستم و سافارونا رو داره. خب پوت گذاشتم برای دیو بازای عزیز که راحت بتونی ببریمشون. این ترکیب تقریبا میشه گفت ضد دیوه، چون کارتای جادو خیلی داریم، راحت میتونیم دیواشون رو نابود کنیم. بریم بتل بزنیم. بس سعی میکنم ویدیو هم طولانی نشه. خب بریم سراغ بتل اول. ویدیو طولانی نشه، ویدیو رو تا 20 دقیقه جمع میکنم. سریع پیدا شد. میریم سراغ بازی. خب ببینید من الان تقریبا همه کارت‌ها میخوام، یعنی هم شاگرد جادوگر هم پاپولی، همشون کارتای خوبی هن. پس شروع میکنیم بازی رو. 426 تا بازی، 51% برد. خب بازی میکنیم. کوتوله گذاشت، ما میایم پاپولی میذاریم و جادوسری. امیدوارم دوتا به کارتش بزنه و تمام. خب میریم نوبت بعدی. میشه احضارم بهمون داد، کارت فوق‌العاده‌ایه. ما دیوسو نمیکاریم چون حریفمون هم کارت نداره. میایم شاگرد جادوگر میکاریم و با پاپولی به فرمانده حریف ضربه میزنیم. خب دوستان همونجوری که دیدی گفتم یارو به کارت نیازه، تجهیزاتی گذاشت. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم احضار رو بازی میکنیم چون کارت ما میخوایم. خب سیما هم میریم. حالا 7 تا ضربه راحت به فرمانده زدیم. دیدید گفتم دوستان ترکیب فوق العاده قوی تو انرژی های پایین، یعنی عملا تا ترکیب 7-8 راحت دیگه میتونید، تا انرژی 7-8 راحت میتونید فرمانده حریف رو نابود کنید. خب کایو به ما داد، ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم کایو استفاده کنیم یا آلبرت بریم یا دیوسو بریم. دیوسو رو من میرم ببینیم کارت بهمون چی میده. خب دیوسو هم کارت خوبی اون نداد. ما میتونیم کایو بازی کنیم و نه کایم بازی نمیکنم. با این یه دونه به فرمانده حریف میزنم. نوبت هم میدیم میره. تا میتونید فکر کنید، وقت برای فکر کردن زیاده. خب فعلا ازش جلویم، امیدوارم پتک خورشید نندازه چون خب خب دوستان الان من میتونم چند تا کار انجام بدم. یا این کایو برم با این اونا بکنم، با این فرمانده حریف رو بزنم، یا چیکار کنم؟ آره کایو میرم. خب یه دونم دمیج میکنم با 5 تا فرمانده حریف رو میزنم. خب نوبت رو میدم به حریف.
دیگه واقعا قدرتمندیه. خب یه ضربه زد، کارتمون رو عملا نابود کرد. هیچ مشکل نداره، هیچ مشکلی نداره. خب من اینجا الان میام میتونم چیکار کنم؟ تیشتر رو میرم یه دونم دیوسو میرم چون کارت میخواییم ما. نیزه یخی من میزنم روی این کارتش، همپاد، کارت همپادش تا نتونه دمیج بده. خب چراغ سایه کاش، ما پتک داریم با گل جادو فوق‌العاده است پتک. خب جانکش داشت 3 ضربه زد. خب ما گل جادو میریم، پتکم میریم. خب باز دمیج میدیم، فقط به فرمانده حریف دمیج بدید. یارو مجبور کارت شما رو بزنه، یعنی ترکیب قویه. خب ما رستم هم تو دستمون داریم که خیلی خوبه، اخگرم داریم، عملا این بازی دیگه بردیم. خب درسته، ما الان میایم چیکار میکنیم؟ ما الان میایم یه آلبرت میریم روی این، درسته، اینو با این نابود میکنیم، اینم میزنیم، یه کوه یخی هم میریم، دستو میدیم به حریف. خب دست بعدی اگه مدافع نندازه با رستم کارشو تمام میکنم که مدافع انداخت. و اخگر رو داریم، اگه خودشو نتونه هیل کنه اخگر هم داریم. اخگر کارت فوق‌العاده ایه. یارو داره فکر میکنه. خب یارو فقط داشت مدافع داشت، ما میتونیم شاگرد جادوگر بریم. خب میتونم بیشامونم برم، ولی خب به دردم نمیخوره اینجای بازی، بیشامون به درد من نمیخوره. میتونم آلبرت هم برم، نه با آلبرت هم این مدافعشو نابود میکنم. خب بیشامونم میرم چون کارت تو زمین داشته باشم، یه ضربه به فرمانده حریف میزنم. دست بعدی دیگه اخگر میاد، اگه خوش نجات نده کارش تمومه. خب دو کارت یخ بهمون داد. خب هوش بردار، رخ انداخت. خب عملا تموم شد دیگه دوستان، بازی رو فوق‌العاده راحت بردیم. کارت و دیدی گفتم ترکیب فوق‌العاده قویه، یعنی ترکیبی که میتونید روش حساب کنید. یه بتل دیگه هم میزنیم. حریف پیدا کنه هرچه زودتر. خب دوستان حریف پیدا کرد کاهن هم یکی از قوی ترین هاست. کاهنم براتون میذارم. خب ما اینجا نگه میداریم چون تجهیزاتی کارت کشمون میشه، این هم که نیازمونه تو بازی نگه میداریم. گل جادو رو اول میدیم، دست میدیم به حریف. 1111 تا بازی داشته، 42% برد. خب دیو انداخت، ما میتونیم پاپولیو بریم و جادوی سری، امیدوارم 3 تا به هدف بزنه. بله شانسی دارم. خب الان ما ازش جلویم، اون الان هر کارتی بندازه عملا ما راحت میتونیم نابود کنیم. خب شیبا انداخت، ما تجهیزاتی میریم، نیاز به کارت داریم. خب ما فرمانده حریف رو میزنیم، من به کارتش دمیج نمیدم، فرمانده حریف رو میزنم چون کاهن میتونه اذیت کنه چون دوتا هم خودش هیل میده. خب برسام انداخت،
ما چند تا کار میتونیم انجام بدیم. یا میتونم چراغ سایه برم، چراغ سایه میرم و این کار انجام میدم. خب شیباشون دسته بعدی نابود میکنم چون کنترل انداخت. خب دوستان، یارو ته شانس رو از رو آقا ساختن. ما جانسوز داریم، خب وقتی بده بیاد با جانسوز آذرمهرشو نابود میکنم. خب متاسفانه سربار مجبورم کای برم، کایو میرم و یارو متاسفانه تو پاتش کشید کنم 2 تا یا 3 تا کشید، این کار برامو خراب میکنه. خب اشکال نداره. خب الان ما کارت هم میخوایم، مرلین انداخت. خب ما الان کارت هم میخوایم. خب تجهیزات چی میندازیم؟ کارت میخوایم، یه دونه شاگرد جادوگرم میندازیم. میریم نوبت بعد. گالیان پیر انداخت اگه درست بگم اسمشو، بله، و پرستار. خب حالا چند تا کار میتونیم انجام بدیم. یا آذرمهر بریم، یا کوه یخی بریم، یا جانسوز بریم. این کارتشو جانسوز میرم، این کارتشو نابود میکنم. خب و به فرمانده حریف دمیج میدم. بهترین کار رو کردیم. خوبه سافارونا هم بهمون داد، اگه اوضاع خراب شد سافارونا رو داریم. پودکم داریم، پودکم خوبه. خب حریف محبود میندازه که من راحت. خب اینجا آذرمهر رو میرم، کارت هدف رو منجمد میکنم این کارتشو. خب یه توپ آتشی میکشم و به فرمانده حریف دمیج میدم. دست بعد راحت میتونم 6 ضربه به فرمانده حریف بزنم. خب دوستان، همونجور که عرض کردم دک فوق العاده قویه. ترکیب حقیه تو بازی. گول انداخت. خب خوبه، من پتک دارم. خب چند تا کار رو میتونم انجام بدم. پتک برم و آره فکر خوبیه، پتکو برم و این دمیج بدم و تمام. راحت این بازی هم بردیم، یعنی بدون دردسر. یه دستی هم بازی میکنم تا الان 2 بازی 2 برد. خب به بازم هم میذارم، یعنی چه برد چه باخت و براتون میذارم. سریع حریف پیدا کرد، بله، فرمانده پهلوان خوردیم بهش. خب الان ما چون احضار داریم تجهیزاتی رو نمیخوام، بقیه‌شو میخوام. سافرانا داد 705 تا بازی 58% برد. خب ما گل جادو میریم و جادو سری. خب این بار بدشانسی آوردیم، الواشو نکشت، قدرت فرماندهش رو زد. خب ما میایم اینو نابود میکنیم، چون الوار نابود کنم بهش کارت میده.
واسه به نفع فرمانده حریفمونه. هرچی حریف کارت کمتر داشته باشه به نفع ماه. خب احضار رو میرم، اصلا کارت خوبی این سری بهم نداد. خب و فرمانده حریف رو دمیج میدم. مرد آزما داد، من باید هرچی زودتر مرد آزماشو نابود کنم. خب میتونم چراغ سایه برم یا با جانسوز، نمیخوام زمینم ول کنم، چراغ سایه رو میرم، نمیخوام زمین رو به حریف بدم. دستو میدیم میره. دست بعدی میتونم انفجار سری بندازم یا دیوزومو برم کارت بکشم، چون حریفم نیاز به کارت داره. خب چند تا کار میتونم انجام بدم، یا انفجار سری برم یا کایو برم یا تجربی رو میرم، کارت میخوام من. خب حملم نمی کنم، بازی برام خورده سخت شد. خب یارو میخواد زمین از اون بگیره. من کوه یخی رو میرم، دیوسو رو نمیرم چون حریفمونم کارت میخواد. خب فعلا بازی برامون این بازی سخت شد. اول دست کارت خوب نداد. دوستان دوباره ایزا میندازه و بله کارت یخ کشید. من اینجا میام تیشتر رو میرم و میتونم منجمدش کنم، نتونه کاری انجام بده، یا انفجار سری برم منجمدش میکنم. خب فعلا حریف فقط میتونه با کارآموزش حمله کنه. کوش اومد و نتونست نابود کنه، شانس آوردیم. هشتگ اومد، بله 7 ضربه الان به فرمانده میزنه. یورو از ما خیلی جلوتره، بهمون پتکمونم نداد. شاگرد جادوگر میرم، انفجار رو میرم، کایو مجبورم برم، روی مرد آزمایش. خب بازی برامون سخت شد. بله همونطور که میبینید با شمشیر اتحاد راحت بازی رو برد. خب اشکال نداره، یه دونه دیگه هم بازی میکنم، بعد دیگه ویدیو رو تمامش میکنیم. اول بازی کارت بد داد و اون بلا سرمون اومد. دیدید نباید بذاریم بازی به آخرا بکشه به آخرا. ما 100 بازنده بازیم چون تمام کارتای ما سبکه و کارت سنگین آنچنانی نداریم. خب ما همچنان منتظر پیدا کردن حریف. بله پیدا کرد، فرمانده پشن. حتما تو کامنت ها هم بگید ترکیب بعدی چه ترکیبی باشه، کدوم فرمانده. خب کارت اولش بهمون این بار خوب داد. گل جادو رو میریم 3131 که بازی 53 درصد بود. خب یاری چی ننداخت، ما شاگرد جادوگر و 2 تا سیمین تو زمین میکاریم. خیلی خوش شانسی. بله خب
حالا ما دسته بعد باید 1000 رو بریم، چون اصلا دستمون کارت نداریم. حریفم کارتی نداره. دیوسو رو نمیرم، چون اگه دیوسو رو برم حریفم کارت نداره، حریفم کارت میخواد. خب بله. خب حمله میکنم به فرمانده حریفش و نوبت رو میدم. جادو سری رو نمیندازم فعلا، کارتی تو زمین نکاشته. خب اشیوین انداخت، کارتمون رو کپی کرد. خب یه دونه دیگه شاگرد جادوگر میرم و نابود میکنم، کارتش رو حمله میکنم. جادوسری رو هنوز نمیندازم چون کارت خوبی تو بازی نکاشه که بخوام نابود کنیم. چرا سایه میره، ما الان راحت پتک خورشید و جادوی سری میریم. البته پتک خورشید با همین گل جادو کار در میاره، نیازی دیگه به جادوی سری نیست. خب پارماندری ببینیم در منتظری چیه. با تو نمیده بیاد. هی خب ما پتک خورشید رو میریم، جادو سری هم این بار باز میرم یکیشو، چون 4 ضربه به فرمانده حریف میزنم. میتونم بعدیشم برم ولی خب نه فعلا نمیرم، ریسک رو قبول نمی کنم که برم. خب بله دوستان، قدرت این ترکیب. خب امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. حتما تو کامنت ها بگید ویدیوی بعدی در مورد چی باشه، کدوم فرمانده، کدوم ترکیب. حتما ویدیوشو براتون میگیرم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.